ما در ماتم شهادت استاد مزاری رهبر دوراندیش، مجاهد و پرصلابت حزب وحدت اسلامی با شما شریکیم. شهادت استاد را ضایعه بزرگ برای همه ملت خود می شماریم. ملت ما به شخصیت بزرگ چون او نیازمند بود، دیروز و امروز هم. جای او خالی است. شایستگی های رهبری و قیادت را با وفرت احساس می کردم. مرد پرصلابت بود، صابر و شکیبا. از متن مردم خود برخاست، همیشه با مردم ماند. در سخت‌ترین شرایط او پهلوی مردم خود ترک نگفت. آخرین کسی بود که بعد از سقوط افشار ترک گفت. او الگو بود برای مبارزین عدالتخواه. همه مردم ما با استبداد روبرو بودند. استاد مزاری بر وحدت ملی تاکید داشت. همیشه تفسیش حفظ وحدت ملی افغانا بود. همیشه حرفی اوی بود که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. هیچ گروهی نمیتواند که با تکیه بر توپ و تانک بر افغانستان حکومت کند. تاکید بر مذاکرات بین الافغانی، توافق بر سر آتش بس دائمی، تشکیل حکومت موقت قابل قبول برای همه جناح، مراجعه به آرای مردم و برگزاری انتخابات. امیدواریم خدا لطف کند عنایت وسیع خود را شامل حال مردم مظلوم و ستم کشیده ما کند. شعله‌های جنگ خاموش شود. آرمان‌های شهدای ما، شهید بزرگ ما استاد مزاری در افغانستان آزاد و سربلند تحقق بیابد. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.